امام حسین بعد از صلح امام حسن خودش رو ملتزم دونست که به مواد اولیه اون صلح عمل کنن، اما هیچ وقت ما در تاریخ نداریم که امام حسین با معاویه بیعت کرده باشه. بنابراین این مسئله این که ادعا میشه که امام حسین با معاویه بیعت کرده، این درست نیست. این اصلا ما در مدرکی رو در تاریخ نداریم. دنبال سوال این بودش که اگر هدف امام قیام و برپای حکومت بود، چرا امام در زمان معاویه قیام نکرد؟ آیا شخصیت معاویه از یزید برای حکومت مناسب تر بود؟ عدم قیام امام در زمان معاویه رو نبایستی به این تفسیر کنیم که معاویه لیاقت داشت برای خلافت. ائمه هیچ وقت حاضر نشدن بعد از قصه سقیفه هیچ کدوم از خلفا رو، چه اونهایی که در صدر اول و چه اونهایی که بعداً اومدن، به رسمیت بشناسن. ما مکرر داریم که ائمه مستقیم انتقاد میکردن از این خلفا و اینها رو به رسمیت نمیشناختن. مسئله این بود که معاویه خیلی زیرک کار میکرد و اقلاً ظاهر دین رو مراعات میکرد و مردم براشون ثابت شده بود که تا وقتی کسی بر خلاف ظواهر دین قیام نکنه، دلیلی بر این که اینا بیان بر علیه خلیفه قیام بکنن نبود. در نتیجه امام حسین مجبور بود به اصطلاح فارسی کجدار مریض رفتار بکنه که این مسئله به هم نخوره. اما برای یزید همه مردم میدونستن که هیچ گونه التزامی رو به دین نداره و هدفش از بین بردن دینه. این یه مسئله دیگه است. بله. این سوال انگلیسی هستش. What is the difference between being good and being religious? Very good question. There are those who say that being good as a fundamental ethics, it has to be only religious. So you can only be good if you are religious. But from our research, I mean, if you listen to hadith and so on, Allah subhanahu wa ta'ala granted every human being with three kinds of guidance. Guidance from within, which is primarily fitra, human nature, as well as human intellect. Even if one does not have faith, still the notion of using free thinking and so on to make a judgment as to what is acceptable, good or not, still works. And one could use on the day of Ashura, when the news came around the end of the life of Imam Hussein that these people have attacked the tents, and he says, Ya shi'atu ala Abi Sufyan, in lam yakun lakum din, wa la takhafun al-ma'ad, fakunu ahraran fi dunyakum kama taz'amun. If, O Shia, or followers of Abu Sufyan and Bani Umayyah, if you don't have any faith, and you have no belief in the hereafter, at least be free thinker. I am fighting you. Why you attack my family and my tent? So the notion that Abdullah appeals to some kind of human nature to condemn certain things as immoral means that you don't necessarily have to be religious. At least certain things, lying is good or bad. Technically, you don't need a religion to tell you. Killing an innocent life is good or bad. You don't need some kind of a religious proposition. You can still make a judgment as certain things being good or bad. بسیار عالی. خب یه سوال فارسی. ما در ایران در یک فضای مذهبی بزرگ شدیم و این فضا در اینجا وجود ندارد. برای تربیت شیعه های خوب از ایدئال فاصله داریم. چه کنیم؟ شما نگاه کنید در تاریخ اسلام مواردی بوده که مسلمان ها در یک محیط غیر ایدئال زندگی میکردن و در یک چنین شرایطی یا شما میتونید امروز بعد از ظهر همینطوری که برای جوونا داشتیم صحبت میکردیم، یک سوالی رو اومد یکی از جوونا مطرح کرد، مسئله داستان اهل کهف و این داستان کاملا برای ما روشن میکنه که وقتی محیط نمیذاره
تحت هیچ شرایطی شما آزادی عمل خودتون رو داشته باشید و اونطوری که باید و شاید عمل بکنید، بایستی عنوان هجرت بیاد تو کار و از اون محیط بیاد بیرون. شما در مرحله اول وظیفه دارید که اون محیط رو عوض کنید طبق مبادئ اولیه. اما اگر این امکان پذیر نیست، مسئله هجرت از اون محیط باید رفت به جای دیگه‌ای که این امکان برای ما هست. مسئله مهاجرین اول صدر اسلام که رفتن به حبشه در یعنی در یک چنین شرایطی بود. مکه در سالهای اول به هیچ عنوانی اجازه نمیداد که مسلمان‌ها آزادانه اونطوری که بایستی عمل کنن. لذا پیامبر به اینها گفتش که بابا جمع کنید برید برای حبشه، اونجا یک پادشاهی از عادل، اونجا راحت‌تر میتونید امر رو انجام بدید. پس بنابراین در مرحله اول ما باید کوشش کنیم در هر محیطی که هستیم محیط را طبق مبانی اولیه به اصطلاح فرضیه‌های اخلاقی خودمون عوض کنیم اگر امکان داره. اگر محیط به ما این اجازه رو نمیده، مسئله موندن در اون محیط به اصطلاح سوال‌آمیزه. اگر من نمیتونم محیط رو عوض کنم و محیط هم به من اجازه نمیده که هیچ گونه عملی رو انجام بدم، نتیجهش اینه که بچه من فاسد خواهد شد. من اینجا نمیمونم، میرم جای دیگه که بتونم این کار رو انجام بدم. بله، بسیار عالی. We have an English question here. Can non-Muslims achieve salvation? Can non-Muslims achieve salvation? Yeah, this is an old classical theological discussion. It depends. Every faith has own unique program and ways of achieving salvation. There is a poster up here. It says, "By grace you have been saved." This is an old fundamental Christian theory that if you want to be saved on the day of judgment, this is a Protestant understanding of Savior, where they think deed and action has nothing to do with saving on the day of judgment. It is only by selection. Grace is a unique favor of Allah subhanahu wa ta'ala or God to certain individuals that they will be saved. So this mindset clearly rejects the notion of doing good deed and benefiting from it on the hereafter. From an Islamic point of view, the notion that either you have to be totally good and accept Islam or totally bad if you walk out and all the good deeds that you do are not acceptable is not something that we adhere to. Every good deed that every person does is accepted by Allah, accepted, and every bad deed that they do, they will be punished. On the day of judgment depends on whether the goods or the bads are which one more or which one less. ممنون. به چه دلیل یزید اسرا را آزاد کرد و اجازه بازگشت آنها به مدینه را داد؟ آیا محدودیت‌هایی برای اسرا بعد از آزادیشان در نظر گرفت؟ یکی از مسائلی که از امروز بعد از ظهر، یعنی روز 10 عاشورا در کربلا پیش اومد، این بود که بنی امیه خیال کردن که جریان حسین و قیام حسین و به اصطلاح انقلابی رو که می‌خواست حسین و حسینی‌ها بر علیه یزید برپا بکنن دیگه تمام شد. حسین کشته شد، یارانش از بین رفتن، خانوادهش به عنوان اسرای جنگی رفتن برای کوفه، از اونجا هم به شام رفتن و احتمال این که زمینه‌ای پیش بیاد و اینجا خودش یکی از مسائلی است که امروز صبح یه بحث اشاره کوتاهی دربارش کردم و این بود که وقتی که حضرت از مدینه اومد بیرون، اشخاصی مثل محمد بن حنفیه و عبدالله بن جعفر و یک کسان دیگه میگفتن خب شما میخواید برید کشته بشید، چرا میخواید زن و بچه تو به خودت ببری؟ دلیل بر بردن اینها چیه؟ در اون مرحله امام تفسیر مسئله رول سیاسی اینها در از بین بردن به اصطلاح مبادئ فکری بنی امیه را مطرح نکرد. گفت شاء الله ان یراهن سوایا. خداوند تصمیم گرفته که اینا به صورت اسیرهای جنگی در بیان. اما اسیرهای جنگی مبنای این شد که زینب و امام زین العابدین امام سجاد در شام
تمام این 40 سال تبلیغاتی رو که بنی امیه برای خلیفت الله کردن خودشون و اینکه اینها خاندان پیامبر هستن به طور کلی از بین بره. علت این که یزید یه تغییر 180 درجه خلاصه در روشش ایجاد شد، ترس از انقلاب در شام بود که یه دفعه مردم روشن شدن که آقا اینها خاندان پیامبر هستن، پس تو چرا با اینها اینطوری رفتار کرده؟ برای اینکه یزید اینا رو به عنوان خوارج مطرح کرده بود و این ترس باعث شد که یزید خیلی سریع، همونطوری که عبیدالله ابن زیاد یه نامه رو برای یزید فرستاد که اگه میخوای در کوفه انقلابی حاصل نشه، زینب با این خانواده رو از اینجا ببر بیرون. حتی بعد از اینکه زینب برگشت به مدینه، بازم والی مدینه به یزید می‌نویسه که آقا این زینب رو از اینجا ببر بیرون، چون داره در مدینه انقلاب بپا میکنه. خود رفتن برای شام و یا تبعید به مصر این جزء همین برنامه است. یزید چاره‌ای ندید جز این که سریع خانواده رو با احترام بگه خب اشتباه کردیم، خلاصه عبیدالله ابن زیاد مقصر بوده یا هر طوری که بوده، سریع از شام بیارنش بیرون، برای اینکه اینها باعث نشن که یک حرکت ریشه‌ای در شام شکل بگیره بر علیه بنی امیه. قصد قربت نداشت در این مسئله، یه به اصطلاح استراتژی سیاسی بود. بله، خیلی ممنون. Why do good people suffer? One of the old classical theological questions, the concept of good and evil and suffrage of human being. If we look at it from our own perspective, Allah subhanahu wa ta'ala repeatedly mentions in the Holy Quran that Allah will test every single one of us, and we have to go through trial and tribulation. Last night, as I was developing the uniqueness of Ashab and why is it that Imam Hussein delivered that sermon and said that I have never seen anybody, any Ashab, any disciples better than mine, it's because they went through and successfully they went through the trial of life. So good and evil and suffrage depends on a number of factors. We certainly have sinfulness that leads to suffrage. If you read Dua Kumail, for example, that we ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us the sin that leads to suffering in our life. Suffrage could be due to the fact that we are going through some test and trial and Allah subhanahu wa ta'ala is testing us. Sometimes suffrage is due to consequences, the deeds of others that has nothing to do with Allah or ourselves. That's the third factor in here. This is a very brief answer, but we need to spend much more time on it. If the person who has posed the question can send me an email, and I will be more than happy to give a more extensive answer to the question. خیلی عالی. حاج آقا ما میتونیم ایمیل شما رو تو گروه بزنیم، اشکالی نداره؟ هیچ مسئله‌ای نیست. البته جوانایی که امروز بعد از ظهر بنا شدن که یه به اصطلاح گروپ چتی رو درست بکنن، من پیشنهاد دادم برای اینکه این بحث‌های روزانه ما قطع نشه، اینا یه زومی رو درست بکنن یا به صورت هفته‌ای یا 2 هفته یک مرتبه دور همدیگه جمع بشن و سوالاتشون رو مطرح بکنن، منم داخل زوم میشم جواب. بسیار عالی. به انگلیسی هم بگید اینو. انگلیسی. This afternoon I proposed to the brothers and sisters that they attend the afternoon program that I'm sure Dr. Hussein knows and Brother Khalid knows as well, that I am ready if they are prepared to organize some kind of a Zoom and a program collectively on a weekly basis or every other weekly basis, so that the discussion that we have been continuing and the question and answer that we have been dealing with doesn't come suddenly to an end or stop. We can still continue the discussion. They can provide me with the Zoom information and I'll be joining them and answer questions. بسیار عالی. Thank you. حاج آقا این سوال خب خیلی سوال جالبیه. در بحث علم امام که 2 تا نظریه وجود دارد، ممکن است
ریفرنس بدین چه کسانی طرفدار نظریه علم اجمالی و چه کسانی طرفدار نظریه علم تفصیلی می باشند. آیا حدیثی وجود داره؟ اون شبی که من این مسئله رو مطرح کردم، یکی از البته علما و محققین هر کی برای خودش یه نظر خاصی داره. امروز صبح آقای شاهگیان هم این مسئله رو مطرح کرد که آقا نهضت امام حسین یه نهضت به اصطلاح لول‌های متعدد و منم گفتم مسئله فازهای متعدد داره برای موفقیتش. اونی که 100% در این مسئله هست، مسئله علم امام، اونهایی که عقیده دارن. من حتی اون شبی که مسئله آقای صالح نجف آبادی و بقیه رو مطرح کردم، مسئله شهید جاوید، گفتم اونهایی که اومدن یک دلیل رو به عنوان علت اصلی قیام حضرت معرفی کردن، حالا چه امر به معروف باشه، چه مسئله حکومت اسلامی باشه، چه مسئله اصلاح باشه، هر طوری که باشه، اینا معمولا نتونستن جواب اصلی سوال رو که خب آیا امام میدونست که در انتهای وقت کشته خواهد شد یا نه. اگر نمیدونست، پس اون مسئله علم امامی رو، امام معصومی رو که ما در بحث امامت میکنیم به چه شکلی بایستی تفسیر کرد. اگر میدونست، چه شکلی ما میتونیم قائل بشیم که آیا امام میخواد بره حکومت اسلامی تشکیل بده با اینکه میدونه 12 روز دیگه یا 4 ماه دیگه یا 5 ماه دیگه کشته خواهد شد و هیچ گونه اثری هم حداقل در مرحله ابتدایی اثری نخواهد کرد. اون مرحوم طباطبایی ایشون سوالی رو که ازش کرده بودن میگه که نه، علم امام دو علم داره. یک علم به اصطلاح اجمالی، یک علم تفصیلی است. علم تفصیلی یعنی همون علم ظاهری است که ما عقیده داریم در زندگی روزمره امام وظیفه داره که با طبق اون علم عمل کنه. یک علم اجمالی به کلیات که این علم اجمالی تا یک اندازی در مرحله اول امام اولا ملزم به عمل کردن به اون علم به اصطلاح واقعی نیست. اونی که موظف هست به علم ظاهریه. مرحوم مطهری درباره این مسئله صحبت میکنه در بحث امامتش. حسینی تهرانی، حسینی شاگردای مرحوم طباطبایی یه بحث مفصل دارن از جزء عرفای بحث امامت رو که کتاب مفصلی دارن برای امامت. جوادی عاملی داره، مرحوم حسن زاده عاملی عارف معروف در بحث امامت کتابایی رو داره. اینا نظرهای خاصی است که هر کدوم از این آقایون دادن. بله، این سوال واقعا سوال مفصلیه. حالا انشالله در یه فرصت مناسبی چندین جلسه لازم داره برای جواب دادن. مسئله مهم اینه که یعنی بحث علم امام باید در لابلای مبحث امامت مطرح بشه که ما اول بیایم ببینیم امام کی هست، شخصیت امام چی هست، ارتباطش با خدا چیه، آیا اینا یک مفهوم اسمت کجاست، علم امام چه ربطی با اسمت داره، اینها همه داخل در بحث امامت. بله، بسیار عالی. What can I do for God forgiveness if my children are not believers? Well, the question is whether you failed to deliver your responsibility or you didn't. If you didn't do your part as a father, as a mother, or as parents, that if they fail to be a believer, you will be accounted for because you did not do your part properly. Their failure is a consequence of your deed in the first place. But assuming that you did your part, and then they exercise their free right at the age, whether late teen, early 20s, whatever, you are exonerated because there is nothing you could do. They are adult. They can use their freedom to decide, but you have done everything possible. So you have to make a distinction. If parents do their part right from the beginning, bring the children up and to the best of their ability, then naturally there is nothing against them if the children go astray. But if they don't do their part and the children fail to stay on the right path, then obviously they are the one that to be blamed for the failure. The follow-up question is that let's assume that the parents have not done their part correctly.
So it is not end of the world, right? So the question is, what can we do now? Well, depends on what age, what stage in life they are in. If you haven't done your part early on, there is a hadith from, I believe, from the Holy Prophet ﷺ that says the first 21 years of your child's life should be divided into 3 stages or 3 phases of 7 years. The first 7 years, you as parents are responsible to teach your children through playfulness. The foundation of the faith should be given to them at that particular phase, the first 7 years. The second 7 years, they should be taught more discipline and more in-depth understanding of the faith. The last 7 years, so what we have within these ahadith, teaching is paramount. The strategy of teaching changes from one phase to another. The first phase is playfulness. The second phase is a little bit stern and discipline. The third phase through friendship. But the thread that runs through all of these 3 phases is that teaching children, bringing them up properly, guiding them, providing them with answers are paramount. You can't negotiate with them. Now, let us, for the sake, which happens in our society quite often, because parents are busy, they do not discharge their responsibility within the first phase, the first 7 years. Now they want to catch up for those missed 7 years. They really have to spend some time, see where are the failures, and quickly get organized with the program. Even the third phase, close to the adolescence and above, you still can change. But it becomes extremely difficult if you haven't done your part in guiding your children for 14 years, and then you're going to instruct them from tomorrow, you have to do this or that obligation. They are not going to listen. So still the question is that, let's say that we as parents basically have not done our job correctly. I think we can do dua, we can, what can we do? I mean, that is the question. Dua is not going to change the reality of the corrupted son or corrupted daughter in front of me. You can lament for the time that you should have spent on your children and you didn't. But still at this particular time, don't give up hope. Negotiate. Try to find out what is the reason for the kids to move or the children to move away from the right path. And whether you can organize something gradually could happen, could change, but not to give up hope. But the idea that I sit at home, oh Lord, change my son into some kind of Salman Farsi is not going to happen. بسیار. Thank you. اگر حاکمی برای ماندگاری قدرت خودش شهروندان خود را بدون در نظر گرفتن سن به دلیل مخالفت با حاکم به قتل برساند، مصداق واقعه کربلا می شود وظیفه ما در برابر حاکم. مصداق حق و باطل هست، یعنی کشته شدن شخصی به دست یکی از حکام جور میتونه جزء مواردی باشه که حتی فقها در بحث شهادت دربارش مطرح میکنن، اما جزء کربلا نمیشه حسابش کرد. کربلا یه خصوصیت‌های خاصی برای خودش رو داره، اما وقتی یک شخص به دست حاکم جور کشته میشه این رو داخل اون به اصطلاح مبانی فقهی کرد که بگیم عنوان شهادت بیاد روش یا مسائل دیگه. 100% این کشته شدن برای خدا اگر بوده آثار خودشو داره. بله. لطفاً 2 کتاب مرجع برای مطالعه قیام امام حسین معرفی کنید. منظورش این بود که 2 کتاب مرجع خوب، لطفاً هم انگلیسیش رو جواب بدین هم فارسی رو، از نظر شما خوب باشه برای مطالعه. والا کتاب نمیشه گفت، بحثی رو که ما داریم مسئله همین، هر نویسنده‌ای برای اصطلاح نوشتن کتاب درباره موضوع نهضت امام حسین از یه دید خاص خودش وارد شده.
کتابایی رو که ما الان داریم به زبان فارسی هست. از قدیم دیشب من یه اشاره کردم، مرحوم عبدالکریم هاشمی نژاد یک کتابی داره که در 1347 در مشهد چاپ شد به نام درسی را که حسین به انسانها آموخت. این یک کتاب جالبی است. مرحوم آیت الله آیتی سخنران معروف بازم اون هم یک کتابی داره درباره مسئله نهضت امام حسین. نمیدونم مرحوم فلسفی چیزی درباره این مسئله نوشته باشه یا نه نوشته باشه، اما کتاب مرحوم مطهری مسئله قیام حسینی دارن و کتاب‌های دیگه‌ای که در این باره زیاد نوشته شده. شما میتونید برید مثلا گوگل یا هر چی که هست الاسلام.org یا هر جا بزنید به زبان فارسی بگید کتاب‌هایی که درباره نهضت امام حسین هست، ببینید چقدر میاد بیرون. در زبان عربی هم همینطور. این اواخر یک کتابی از مرحوم شمس الدین اومده بود بیرون که ترجمه هم شده به انگلیسی. این کتاب به نظرم 20 و چند سال قبل نوشته شده و ترجمهش خیلی حدود 7-8 سال قبله، که اومده یه دید خاصی درباره عاشورا اومده و تمام برای اینکه ما درک کنیم مبانی عاشورا رو برگردیم به دوره جاهلیه، ببینیم اونجا دینامیک و به اصطلاح رابطه اجتماعی که در جامعه بوده چه شکلی بوده و بعد تا برسیم به مسئله. میتونن یه ایمیل اگه برای من بفرستن، من لیست به زبان فارسی یا انگلیسی یا عربی هر چی که لازم دارن براشون بفرستم. کتاب پس از 50 سال مال شهیدی هم هست. خیلی کتاب تحلیلیه. یه شهید آونی هم یک کتاب کوچولویی داره 70 صفحه است. اونم به نظرم اسمی به نام خون درش هست. این فتح خون رو میگین؟ فتح خون. بله اونم ایشون خیلی مختصر به اصطلاح این کتاب رو، یعنی مسئله عوامل اصلی که در قیام حسینی هست اونم ذکر شده. مردم از دیدهای مختلف زیاد نوشتن. شهید جاوید مثلا دیدش روی مبانی حکومت اسلامیه، دیگران بر دیدهای دیگه رو دارن. بسیار خوب. حالا حاج آقا به خلاصه انگلیسی هم بگین که کتابا رو شما معرفی میکنین. The question that was posed asking some useful books and literature about the uprising in Karbala. Luckily, in the Western context, now we are beginning to see huge amount of research, doctoral dissertation, master dissertation, and even articles and essays and so on being written to understand the dynamics, social, political dynamics of the past and the present. There are a number of books available. Those who are primarily, English speakers, as I have repeatedly explained to the brothers and sisters in the afternoon, they can go to alislam.org and search for these books. In Arabic, there are a number of books written by different people. Lebanese scholars have written. Marhum Shahid Sadr has got a little bit of statement in his book about the strategy of Ahlul Bayt, and then talks about Imam Hussein and the uprising of Karbala. There are others available, and obviously in Farsi as well. Those who are interested and they want to do some research, they can communicate and I can provide them with the list of books that are necessary for them. Just drop me an email. خیلی ممنون. How can mourning be a tool for transformation, not just tradition? This is one of the challenges that we have. I tried to explain on the other night that I was talking about mourning and crying and so on. From a psychological point of view, now experts have established that crying and mourning has a unique psychological effect. But what we should do, how should we organize our mourning program or our commemorative program, is that we have to mourn for the past because there are some emotional scenes in the uprising of Karbala that one cannot but feel emotional and tearful. But
then turn this emotional feeling into some kind of a constructive building a strategy and identity in our time, that we can use the past to define the present and construct the future. This is something that has been, at least a number of scholars have talked about it, that mourning by itself, remaining in the past, mourning preserved. Marhum Mutari used to say that گریه کردن برای امام حسین عاشورا رو برای ما نگه داشت. اما اگر از این به بعد بخوایم بریم جلو، یه استراتژی دیگه رو لازم داریم برای کسانی که کم کم وارد اسلام میشن و با اسلام برخورد میکنن. یه برداشت دیگه رو شما نگاه کنید. Let me go back to English. Shia community is the minority within the larger Muslim community and within the much larger, what we call the outside, the Christian community, secular community, whatever it is. If we focus on mourning, we will remain to a degree preaching to the convert that we have, the people who understand Ashura to a degree, and remain within our own localities, the inner circle. Even crossing the boundary into taking the message of Hussein to the Muslim community requires a different strategy. Now we are beginning to see on internet, Google, YouTube and others, Sunnis are coming into. I was surprised. I thought in the first place that it was some kind of an AI fabrication and made up. It turned out when I contacted a number of Palestinians, now we are beginning to see Palestinians in middle of Gaza, right, having the flag of Ya Aba Abdullah al-Hussein. It's not because of the mourning that we have had or crying or lamentation. People began to see the universal values in the uprising of Imam Hussein. Began to see how Shias were able to transcend this debilitating sectarian limit and consider the social justice to be part and parcel of their Imam Hussein's interpretation. When you see in Jordan that up to a few years ago, the Ikhwan Muslimin, the Muslim Brotherhood, and even in Egypt, they would not allow. I heard one of the Khatib of Jum'ah banging his asa on the podium when he was delivering the sermon. If anyone opens a Husayniyah, whether in here, wherever he was, in Jordan or in Egypt, I will give a fatwa for them to immediately be killed. And we saw the Sheikh Shahada in Egypt that was killed simply because he supported Ahlul Bayt, and his body was dragged on the street. So now we are beginning to see a transformation taking place in these places when we have Jordan admitting that, or there is now a community thinking about Imam Hussein, thinking about the more universal values of Imam Hussein, and social activism, etc., justice. For the first time in nearly 110 years of history of Ikhwan al-Muslimin, that right from the beginning, from its inception, Hassan al-Banna, up to now, they were bent on opposing Shia and considering Shia to be Rafidis and Khawarij and outlawed. Recently, they sent a message to Iran that we stand on the same front and we need to stand shoulder to shoulder. That change happened because of the way we interpret and we deal with the commemoration, and we stand up for justice. When they see that these people who have been called Rafidi, Khawarij, Kafir, and so on, still are prepared to cross the boundary and shake the hand of those that accuse them and support them, based on that universal human justice, then we have a chance. That strategy has to be changed. Now, for the Muslims, general, we need to have a new strategy. For the outsider, the outside is another strategy needed, which is totally different. Let me give you an example. I know it's taking some time, but I have to clarify it. When I was in Colorado,
One night, a friend came to me and he said, Mulana, I have a problem. What is it? He said, I married an English lady, an American lady, converted to Islam, everything. I said, okay, so what is it? He said, well, this is the first Muharram. And I made the mistake of inviting my mother-in-law to come and participate in a Muharram program. She walked into this gathering at the time of this heated kind of emotional feeling, beating on the chest and the head and everything else. I saw her eyes wide open and turned around and bolted out very quickly. And he said, I don't want to see you, and I want to get my daughter back. You are a bunch of savages. The idea that what worked for us 50 years ago in a unique historical context is going to work for everybody else that has nothing in common for us. It's not a rational idea. We really need to strategize, understand the place where we are, and develop something new. You can't go back. I mean, it was Brother Muhammad who stood here and talked about when he explained to the team leadership of the church. It was what attracted them was basic human values. Wasn't attracted to them zanjir or tatbir or sinazani or ripping clothes or anything else. You have to understand how to approach different audience. The same thing goes with books or articles. بله خیلی ممنون. البته همینجوری که فرمودن هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره، بنابراین شاید دعوت مادر خانومش تو مجلس کار عاقلانه‌ای نبوده. بسیار دعوت کار میگم خیلی عاقلانه‌ای نبوده که تو جلسه اول نباید دعوت می‌کرد. اشتباه بزرگی در زندگیش مرتکب شد که خلاصه تا نزدیک طلاق رفت، اما خدا رحمش کرد. خلاصه بسیار مادر زن دیگه به هیچ عنوانی حاضر نشد نزدیکشون بشه. بسیار عالی. تعداد سوالات بیشتری دریافت کردیم ولی وقتمون تموم شده. وقت این قسمت من از جناب آقای دکتر ابراهیم حجت الاسلام ابراهیم کازرونی تشکر و قدردانی صمیمانه می‌کنیم از طرف مجموعه مبین و از طرف به اصطلاح شرکت کنندگان در مجلس. 11 شب در خدمتشون بودیم. سوالات بیشترم حاج آقا من خدمت شما میفرستم. حالا توی محیطی سعی میکنیم فراهم بکنیم که سوالات جواب داده بشه. با ذکر یک صلوات من به اصطلاح هم از ایشون تشکر میکنیم، هم درخواست میکنیم که اینجا داشته باشم. مجلس ادامه داره. بذارید من هم چون این آخرین فرصتی است که من الان دارم تا ببینم خدا کی فرصت جدیدی رو بده، منم از تمام برادران و خواهران تشکر کنم برای دعوتی که کردن. فرصتی بود اضافه بر این که دوستان جدیدی رو پیدا کردیم. دوستان قدیمی که 10 سال قبل 12 سال قبل شاید بیشتر ما اینا رو دیده بودیم، دیگه فرصتی برای دیدن اینا پیدا نکرده بودیم. از نو دوباره تجدید بشه و اینا رو ما از نو ببینیم. امیدوارم انشالله احتیاج نداشته باشیم که دوباره یه دعوت 10 سال آینده ایجاد بشه که ما بتونیم مثلا آقای میرافتاب رو ببینیم یا آقایون دیگران رو انشالله زودتر انشالله فرصتی بشه. از تمام دوستان تشکر میکنم. اگر گاهی مثلا سوء تفاهمی پیش اومده باشه یا تقصیری شده باشه، امیدوارم که به بزرگی خودشون بگذرونن. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من اینو بایستی بگم از خانم آقای قیدی باید تشکر کنم که بدون اون قوری و چایی رو که ایشون برای من آورد وضع ما خلاصه چندان مناسب نبود.